چنانچه در پرونده مالی رأی به نفع شما صادر شد و به وصف قطعیت محکوم به محکوم علیه قبل از صدور اجراییه تقاضای اعصار از پرداخت محکوم به رو خواستار شد، در نظر داشته باشید اول اینکه اعصار مانع توقیف اموال نمیشه، دوم اینکه شما کاری به دادخواست ایشون نداشته باشید و حتما بعد قطعیت محکوم به درخواست صدور اجراییه رو از دادگاه بخواید. سوم اینکه حتما بعد از درخواست اجرایی تقاضا کنید که پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال بشه و در آخر حتما تقاضای استعلام و توقیف اموال از حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و پلاک انتظامی رو از طریق دفاتر خدمات قضایی از اجرای احکام بخواید، ولو اینکه مال و اموالی نداشته باشه و از این قضیه باخبر باشید.